توجه! این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. فضای این فیلم مربوط به نیم قرن پیش است. قصه آدم‌هایی بریده از زندگی و آویخته به دامان نیستی. این داستان پیش از به وجود آمدن نظام اجتماعی نوین اتفاق می‌افتد. سلام مشتسقر. سلام سرکن. روز از نو روزی از نو. چطوری مشتسقر؟ قربون دستت یه لیوان از اون شیر داغات بریز ببینم. یه خوردم از اون روحش بریز. من روحش خیلی دوست دارم. خب مشتسقر با کار و کاسبی چطوری؟ خوبی؟ شکر خدا میگذره، روزی بچه ها میرسه. اون شکره بده. بفرما جونم، میرم شکر نوش جونه. الهی شکر. سرکار مثل اینکه دعوا شده. بچه داری بچه شما سرکار بده تو ناکس بارو گم شو سب
سب کن اصل کاری داره در میره اوناشش وایسا ببینم. سلام. چرا نفس میزنی؟ چرا پیرانت پر است؟ یه چیزی بیار بخوریم. غذا میخوای؟ از شب موندی. نه. پس چی میخوای؟ همون نون چایی رو برد بی جلو. همین. بجا. اون قندو بده به من. بیا. چرا موهات دورده چته؟ هیچی. چرا صبحونتو نمیخوری؟ خب تو میخوری دیگه. برزو. چیه؟ چته؟ هیچی. تو فکر چی هستی؟ تو هم حوصله داری یا؟ رفیقا
چقدر شده؟ این 1200 تومنه. تا صحنه را حساب داشتم من دارم میرسم. خیالت راحت باشه. گوش کن، کسی منو خواست من تو قهر خونم. حالا خواه هست دارم. آمتی زودتر جعبه میوارو بزن، نداره اینقدر اینجا تلمبار شه. الان میبره. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. چایی قهوه خانه 2 تا چای بری بیرون. بهش باشه. آپسته یه ترش قهوه خانه 2 تا چای بهش بری بیرون. دوری تجربه دیسک بازی جوری تازیم. اگر گرگی از زمان دیل برادر هوری. همه رگو همه جوری. یکی بلا ابلاتی ماریدی. یکی در با خورده و چایدی. فلان شابجی بلندی. بیا بابا بیا. من دست همش 5 زد. خدا برکت بده. شما نمیدی. که برو همون. آها. تو میری کفر آدمو در بیارن و سلام آقا عبدالله. سلام آقا چایی بارت رد کردی عبدالله خان. واسه بار ما رو نخور، بار ما سرتیر بره. محمودی من بهت نگفته بودم دور بر اون ناحیه نفلک. چطور من عبدالله خان؟ شناختم شبا میره اونجا موس میکشی. حتما خیالت برات داشته. چی داره میگه؟ حقناکه تو بمیری ما دیگه اینقدم نامرد نیستیم بابا. راست میگه دیگه آقا عبدالله. نه تو میری باورم شد. ببینم بچه ها این آق برزوه امروز صبحی برا نهیدینش؟ نه شنافتم امروز کل سریه دست بچه های سون پس خونه ریختن سرشو خواستن که چه؟ والا میگن قصر در رفتم. جای من خالی. اگه اونجا بودم دمان از روزگارش در باری که میبودم. در دهنتو بزن. دهنتو بزن با حالا میبینه 6 ماه خفه. ما مرده و شما زنده. اما خودمونی ما تو نمیری خیلی تیز. هرچی تیز باشه دست ما نمیتونیم قصر در بریم. اماره دیگه عبدالله خان. پس ما همینجوری بذاریم یه تازه واره در راه برسه و نخ پرک بشه و بپیچه بشه اسبای ما رو به زمین بزنه. آخم خیلی خوش دسته. اگه تو بعضی چیزا رو ندیده بگیری و زیر سیبیلی در کنی ما زیرابشو میزنیم. باقیش بلا نیستی هره منظور ببینم داشت اسما تو با مایی یا نه؟ خواه با شما. نه نشو میخوام ببینم تو با مایی یا نه. آره دیگه با شما. نه میخوام ببینم با مایی یا نه. گفتم که با شما. چی به من میرسه؟ هرچی بخواه. قول میدی؟ بفرما اینم قول. قول اصل قوله. باشه اما امشب نمیشه اونجا رفت. چی؟ نمیشه؟ نه اوضاع خیلی خیته پیته. واسه چی؟ جامونو لو دادن عبدالله خان. پس چی کار کنی؟ با میریم پیش اکا بیارزه با. آره با بعد نیست اکا اونجا راحت اونجا خیلی بهتره. خیلی خوب اسمال جون مابقیش دیگه با تو. باشه ده ساپنم اینجا بیا این رو خونه بهش بگو من الان میام. خب بچه ها یا علی من رفتم. حسین جوجو میره به اونا خبر میده که کجا بیان. یا علی قربون شما بیشی راحت بشی. آخه قهوه چیسته چه بیان اینجا؟ آمورته چاچای ما چی شد؟ چی داشته میگفتیم بچه ها؟ سلام. ببندیش تو. کجا برم آقا؟ گارد ماشین. بجه دادش قبرستون کنه.
برکت بده. ای آقا ای بیاین بقیه پولتون رو بگیرید. بفرمایید. خدا بیامرزه. خدا آقای شما را بیامرزه. سلام علیک. سلام عباس، چطوری؟ بیا بخور، خیرات کردم. نوکرتم. خدا رحمت کنه. انگار پیداشون نی؟ بالاخره میانشون. یه موقع ما باس بریم زیر این خاکا. فعلا که روش هستیم، وقتی روی فکر زیرو نکن. این ننه مرده رو نگاه. تفی. آره. چند سالشه؟ جوان ناکام فلان و فلان فرزالله شد. پسر ما هر کی رو میبینیم جوان ناکامه. آخه کی باکامه؟ چه باکام چه ناکام، اینجا تایی خطه. نگاه چه گل سرخ که بالا سرش در اومده. بسا چرا کندیش؟ خوشگله نه؟ آره اما حیف شد. اینم علی تاتار اومد. سلام نکن. سلام برون ما نشد. چنگوله؟ چیه؟ چرا کیسه قم جا میخورین؟ تا جون از در جون از در رفتی یا ای رفته بودی نمیگفتی. دستت باشه یکی طلب من. دو تا طلب تو. آخه اینم جاست که خوش کردین. بلنشیم بریم بیرون، بریم اقلا لب خر. آخه اون ناکسا که نیومدن. ناکس اول اومد. سلام علیک. بچه بریم کجا؟ یخچال. الباقی چی؟ با اونا چی؟ نمیام. امشب بریم یخچال پیش اکبر بیارزه. الما بقیه هم اونجا. یخچال؟ آره یخچال. چرا اونجا؟ اونجا خطر جمع‌تره. آره با هرچی باشه این خرابای قبرستون بهتره. رایشین بریم بچه. بریم. انگار خیلی سوختی خلیفه.
میدونی داشتی بدبختی های زندگونی نه یکیه نه دوتا نه سه تا نه 4 تا 40,000 تا. ببینم داشت تو ثقاب بلدی. بابا خفه شدی جه. اگه نقش بیاد پول داره، ثروت داره، دارایی داره، مال داره، زندگونی هم داره که من دوست دارم. حالا اگه سفلش بیاد پول نداره، ثروت نداره، دارایی نداره، مال نداره، زندگونی هم نداره که من دوست ندارم. بابا یارو سرش رفت. سکوت. همین جنی گرده داشتم جلو همین در خوش گلده. بیا با داشتالی بس من حساب کنم. برگشتن حساب کن که پیاله میره. ماش برزو لابد امشبا میخوای ببری. بایزه باشه. ببینم نکنه کلک ملک میزنی برزو؟ کلک هیکلته. کافر همه را به کش خود پندارد. ما نفهمیدیم واسه ما نمیبره. خب نقش میاره، شما میتونین نقش بیاری. یالا بچه ها بجنبی که صبح شد. بلنشی بچه ها بلنشی. باشونی ما. ببینم دختر بیا. هرکا بیارزمون چوب برده ببینی. یا او قاپارم ورده بیار. فرمون دست دختر. رفقا چپاتونو بذارین جلو. چپ این چپ بنده. اینا مال ما. ظاهر باطن. علی تاتار تو هستی یا نه؟ آره هستم. تو هستی؟ نه من نیستم. معمولی سر از توه. باشه من میرسم. اصلا خون تو؟ گفتم این دست من نیستم. ای تو؟ اونی که جلته میخواد دوباره برشه؟ نه باشه؟ دوباره تو؟ دونه 5 چوق. دوباره برشه؟ 3 برابر شه. پس کسی حسابه داری؟ آره معطلش نکن. باشه تا خلیفه؟ نصف مال برزو. جوجو میخونی؟ دچو دوست دارم بریز بره با حسابه دست کاسکوزه. آره بریز معطلش نکن قبول. نیم غازه علی تاتار چایی؟ مالیده. چرا مالیده؟ سلام چی میکنی؟ دوباره بریز. آره ده عیبی نداره دوباره بریز. برز خون بی خودی مالیدش نکن. بی خود مالیده نکردم. دوباره بریز. قبا را پس پیش بگی. قب بوسترم بازیشته. کسی مالیده سابیده نکنه. بریز بینم. بریز بینیم. که خدا بازه. مال من 9 تا 5 تا 45 تا. پولم بده میرم. اینم 45. بفرمون بود. ردش کن. قربون دسته. بده به من. شیطله چقدر میشه کاس 18 و 8. بیا این 20 36 هم از جیبت بده گله بعد. 9 تا 9 5 تا میشه 45 تا. 3 برابرش میشه 135 تا. شیتیل تو میشه 6 چوق و 7010. بفرست بیا. بده. نصف 135 تا میشه 67 تا نیم. ابا تو هم محمود بگی شیت داشتم زود ردش کن بیا. خب کی میریزه؟ شما میریزی بازو خواه؟ اصلا نمیریزه. چه خود راضی؟ چی شد؟ دهنت میماسه اگه یه چی قاطی اسمش کنی آخ پسر. نه بچه. خب داشلی هم که نه ما که قابل نرم خود بیره ناکرتن. محمود یه دلخوری بور بسن. خوش کردم اول تو بخونی. اینا بخونم بعد من میخونم. باشه بخون خلیفه. دونه 10 چوب. گل خوندی تو حسن جوجو. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 50 چوب بریز بینی. 50 چوق سر راست. آقا استول دانه 10 چوب. تو بخون. خیلی خوب داشتم مام 10 چوب. بریزم یکی میخونی. بچه که میخونم. چقدر؟ گفتم چقدر؟ 2 برابر از سلخان.
دلسوزی که نره داشتم پول مفت باز بره. قبول بریز. عباس خلیفه دونه 10 چوق اون چی که تو دستشه. جوجو هم 50 تا سرراست. اسدالله هم دونه 10 چوق اون چی تو دستشه. محمود فراری هم 2 برابر دست اسدالله. علی تاتر هم 10 چوق عشق است. کاسکوز قبول بریز. خیلی خوب. 40 گل عباس خلیفه جی یا قمر وزیر. نقشه جلجه. بشین بازیکن شلوغش نکن بشین. دستو واکن. بگو دستشو واکنه. واکن دیگه. اسدالله خان 100 چوق. محمودی هم 200 تا. با 50 تای جوجو میشه 350 تا. عباس علی هم روش میشه 385 تا. رو هم رد کنیم بیاد ببینم با. مال ما رد کردیم ما. کاسکوز حسابه. بگی با. این کاغذ مشکلای بیزه اون ببین پیش کیاست تو رو خدا یا خودشم بد پیش ما. آیون بخونیم با. بخونیم. با اجازه. بخون میدی. محمود خان بخون. من 2 برابر اسدالله خان میخونم. من 25 شو 25 ما همون در. خیلی خوب. اونم قبوله. محمود 3 سر اون چه تو دستشه. آقا اسدالله هم دونه 25 تا. همگی تو گل خوندی. دست باش اون پنجره باید بوشید نکنه یک چون همگی مشتی میره به امام مشتی میره. آره با. شما 45 تا. کاسکوز حساب. به نظرم اون جوونه برده. چیکار کنم این همه پولو؟ من تو پرسیدن اختو از کجا میدونی؟ محمود فراری. محمود سرباز بخون بینیم با. قابیدی رو پولا بیارید شما بخون. آقا اینا کسی نمیخونه من کارکاری بخونم. کاسکوز حساب. زوتا. چه برده دیگه. چی شد آقا استون؟ چه اتفاقی افتاد؟ باشیم بچه‌ها یه مرق بخوریم. خب بخون بینم. بخون سرباز فراری. ده بلند شی اسگاه مرق بخوریم. آره بعد نیست یه ساعتی نفس بگیریم تا بعد. بلند شیم بچه. شناختم کد چلوار پالتومی. آقا اینو که پول ندارن خجالت نکشن میتونن از بانک وام بگیرن. اکی بیارسه بینا رو جمع کن با بینا رو جمع کن. جو میگم چیزه ترسیدم تو مرض داری بسا. مرض داشتن دارم مریض خونه. سر به سرش نزو پس میافته بچه مردم. اکبری بله آقا. یه مقدار عرق و کباب بردی بیار تونتر. چشم آقا علم بچم بینم بیکاری سر به سرشون. بیکارش باید دنگ بودونگی بکنی. آتیشتو دوش دارم رد کن بیاد بینم. ببینم بابا. دارونه داره. بیا این هم سهم شما ها. برش تا باد نورده. هم خوب میکنی تو نمیری جام میده باز مطربی بیار درکی بیار. آره خبرم که خط رسونی داشتم دعوت. ببین چطور منو تو هر جمله سوال کنی. حالی نه تو هم میری جایی نمیدونی. آقا برزو شما چی نمیخورین؟ بعده که یه نمی هر کنیم کجا؟ خوش بیا. بریم رو مجا بریم کجا علی تاتارخان؟ ما اینجا رفتیم جز فقرا خوردن و قردش نباد. آی اکبر بینجا. اینم یخچال که واسه شون میگفتن خوش دستی میاره. من نمیدونم این ناکسه چرا اینجا نشستن. چه کلک تو کارش. دست خوش جان تگریه. برو این طرف مست بشه خیلی خوبه. ترتیب شو میدونم چیکار کنم. دیگه با خودت یار زود برو تا جمعیدم چیکار کنم. موافقی که تو قهوه‌خونه قول دادیم. سلام. نوچ آخه این درست نیست. تو پاشو یه چشمه بیا تا ببینیم بعد چی میشه. باشه سلامتی اوضاع. سب کنین شلوغش نکنین. چیزه بزنین نه چیزو سر بازار چه گلو من نکن. قربون دسته مزه دوش دارم. قربون تو باسه
شبی زیر بازارچه قلبم در چشمم افتاد و دیدم زنی روز زیر عینک چشمکی زد و بردون دل منو با اون چشمک دوش دارم تا که اون را دیدم جونه بشتویدم بامودم عشقی جرأتم نکردم یه قدمم بذارم در پیش جرأتم نکردم یه قدمم بذارم در پیش اینم به شانس خودم یا قمر وزیر باز تو زد قمر وزیر بکن آیم پولشون رد کنن زودتر آیم پولشون رد کنن آقایون بردن میخنده بس بخونه بخون داشت برزو 1,25,000 هرچی جلومه قبوله اون چی که جلوشه 1,25,000 جایی چطوری داشت برزو بیا بابا بیا ردش کن ردش کن این پولا زیاد باخت بشورمش بشور بیل دست نکن معمولی تونتر چشمه میاد بله خب هر کی هرچی خونده گل خونده اینم به شانس آقا سلای گل یا قمر وزیر قبوله آیم پولشون رو رد کنن زودتر جمع کن بیا بخواه رو بخندی میرسه قیافا بله من جمعش کن انگار رادیاتم جوش آورده باز بزنم گاراژ راستی شنفتی که چی میگه؟ نه چی میگه؟ میگه دم گاراژ بودم و یارم سوار شد دررخ بابا باختن که ماتم گرفتن نداره خواهی چه حکمتی اکبری ای اکبری باشه چرت نزن باد چراغت مثل باد بعضی خالی شده یه تلمبش بزن به روز اونا نیافته یخ کنی آکا یخشکنو بیار بینم چه داداش من ناکسه با قاب پر کرده بازی میکردم اخداری جورج کرده جریان چیه؟ چهارشنبه می‌داریم. دررندی
این خط اینم نشون باشه به موقعش. اینم حربه نامردیتون باشه واسه خودتون. ببرین. شما واسه برین پای دیفال ایزگیل بندازین. شما رو چه به تقاب عدسی جانم عدسی. به 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 چه عدسی مرهم سینه است. عدسی خوردن که دیگه استخاره نداره. عدسی عدس داغه عدسی. هلا الهی با امید تو نه با امید خالق. سلام حاجمو. چی میخوای؟ پول. پول؟ آره. پول چی؟ پول مریم دختر برادر خدا بیامرزت که بالا کشیدی. برو بیرون مردی که الدنگ. من پول ندارم. داره دخل تو واکن بینم. بیا حالا بازش کن. بچون آخه این پول ها مال مردمه. یالا دست نکن وازش کن زود باش. تو که میگفتی پول نیست. اینا مال مردمه. دیشب دیر وقت بود بانک بسته بود. الان شاگردم میاد که ببره بانک. راستی همشو ور نمیدارم. نمیخوام پشت سرم بگی که دوم آدم زورگوه و پول زور میگیره. بیا گوشتم سر جاش. ما رو بس. همین بستمه. یه وقت پشت سرم صفحه نظری بگی اومد دخلمو خالی کرد. اینم ورداشم که یه وکیل واسه مریم بگیرم. آخه این پولا همش مال اونه. خداحافظ حاجمو. چه روزگار نامردیه. توف
صبح اول صبحی چطور آقاتمو تلخ کرد؟ سلام. کجا؟ میخواستم برم نون بخرم. غذا پیدا میشه؟ میخوای واسه کله پاچه بگیرم؟ نه یخت نون پنیر انگور بگیر. خیلی خوب، پس بذار بادیه رو بردارم. زود بیا یا اومدم. اومدی؟ آره. انگورشو واسه؟ آره سر حوز. سفره رو واکن. لای شکرت. چرا همش منو نگاه میکنی؟ خب تو هم بخور دیگه. بیا بخور. خوشت میاد من میخورم؟ آره چرا که خوشم نید. بعد 2 دونم تو بزدهمه. خیلی خوب میخورم. تو که داری منو دید میزنی. خب با تون بخور. دارم میخورم، چجوری بخورم؟ سفره جمعش کن با یه چای بده با من. باشه. خوردم به ما نیومده. مریم چی؟ اینو از کجا آوردی؟ کتابو؟ آره خریدمش. کتاب خوبیه. خریدم که تو تنهایی بخونم. خوبه؟ برزو من تو تنهایی اذیت میشم. درست میشه. آخه کی؟ قصه‌شو نخور. برزو من دارم دیق میکنم. آخه کی؟ با من که همیشه پهلوتم. معنی پهلو هم بودنم فهمیدی. آخه میگی چی کار بکنم؟ همونطور که زن و شوهرای دیگه هستن. از اونا که خیلی بهترترین. غیر از اینه که اونا روزا هیچ موقع پهلو زنشون نیستن. بابا عوضش من که صبح تا غروب پهلو تو هم. آره هستی، اما خب
آره میدونم من خستم فعلا خوابم میاد. آره خسته، باید بخوابی. اگه نخوابی خسته تر میشی. اون وقت مای تو نهار نخوردی؟ خب دارم میخورم دیگه. حالا؟ پس کی؟ الان ساعت 4:30 رد کرده. دوست دارم با تو غذا بخورم. اگه نمیخوای. چی شد؟ لا بچه نشو، بلنش بریم تو همسایه ها میبینم بعد خوبیت نداره. قیچه با تو گریه نکن. یعنی چه آخه من که چیزی بهت نگفتم. برشتون لعنت. خیلی خب بس دیگه گریه نکن. من خدا میخوام با تو بشینم غذا بخورم. بلند شو باری کلا دو. ولم کن. بلند شو جونم، من منظور بعده که نشت. نمیخوام برو کنار. گفته چرا تا حالا گشنه موندی؟ من که حرفی نزدم. برو دوست نشو برو کنار. ولم کن. بلند شو. ای پانش غذا بخوری بعد میبینی. گفتم نمیخوام برو کنار. دوست نکنم تو برو کنار. بلند مرگ یه لغمه. گفتم نمیخوام. جونم نمیخوام. مرگ بردوی. بله بی زحمت موندین بزرگتونه بدین همین الان. دیدی چقدر بد شد. دیگه بزرگ واسه چی؟ مگه چه خبره عقدس خانم؟ مهمون رسیده. از کجا؟ مادر شوهرم اینان از زیارت کربلا اومدن. خب به سلامتی. قربون شما. آی آبرون رفت. چه بد شد. فهمید؟ خب بفهمه. آخه بعدی آدم نمیتونه تو خونه خودش یه کاری بکنه. مالم اختیارشو دارم. الهی شکر. دیگه نمیخوری؟ نه سیر شدم. لاکردار فر خالیه. راستی داشت یادم میره. چی رو؟ بیا این مال توه. از کجا آوردیش؟ از عمود گرفتم. عمو؟ آره گرفتم یه وکیل بگیرم تا پولای تو رو که بالا کشیده از حلقومش بکشم بیرون. پسر مگه اون میده؟ با اوناش دیگه کاری نهشت بار. اگه بگیری که خیلی خوبه. میگیرم. مریم جون چیه؟ میگم که بگی. نه از این نمیخوام. پس از قلک بردار. پاشو بردار بیار. خیلی خوب. یا شانس. پره؟ آره دیگه بشکنش. نه تو بشکن. تو بشکن. تو بشکن. بشکن دیگه. خیلی خوب. بشکن. این همه اسکن؟ نگاه کن این پولا رو جمع کرده بود. آره بردار. جونم خیلی خوب. من 20 رو برمیدارم بعدم 20 میارم میذارم سر جاش.
دیگه برداشتم. بازم بردارم. اینو برداشتم. ببین یکی از اون کوزه‌های سرشکسته رو ورد و درستش کن، پولاتو بریز توش. خب من رفتم. کی رفتی؟ آسم به حکمتت رد کن بیاد، مسافر دارم، زود باش بینم. نه کس دست با کنم این کف رفته، شست تو با کن. چرا چه کنه؟ محمود به امامی که قفلش گرفتم اگه والا شهرت میرم. یالا خیال کرده. نه کس میخواست کلک بزنه. ببینم حالا کلک از تو بود یا از اون؟ تو سپلش دست درد نکنه کاسکوزه با اون چشا. خب باز بدونم یا نه؟ مای چشات آلبال و گیلاس میچینه. راست میگی دیگه اسمان، محمودش کلک میزد خودم دیدی. نفهمیدم. تو رو سننه مگه تو کاسکوزه ای؟ به تو چه مربوطه؟ به اون همه چه؟ چرا کاسکوزه میخواست ندید بگیره؟ محمود باز تو برابر بدی. واسه چی 2 برابر بدم؟ نمیدم. کاسکوزه حساب. پسا میبینی بشرم اینقدر نامرد؟ پف به ساق فرود. عیبی نداره محمود، بده بیاد با 278 تومن و 5 تا 300 سر راست مال عبدالله خان رو هم میشه 578 تومن و 5 تا 120 چوق مال محمود تومانی 10 چوق میشه 1200 رو هم 1980 تومن و 5 تا شیتیل آیجیتون هم رفت. خب کاسکوزه حالا اومدیم سر اصل حساب. حساب چی؟ 1200 چوق دیگه طلب دارم تا اون یه آخرش هم میگیرم. طلب چی؟ من محمودی میخوام. من که همشو دادم. نداشی تو 1000 تومن میخواستی کلک بزنی و من با کرکری ازت میگیرم. من حسابم دادم یه شم بده کار نیستم. برز خان حالا میشه نیده بگیری؟ واه زررش کاسکوزه رو بسته. من بده کار نیستم، یه شم تومن نمیدم. نمیدی؟ سپلشک من میگیرم خیلی هم خوب میگیرم، با کرکری هم ازت میگیرم. ناکس دقل خیالت با دست چلاقا طرفی دوست نامرد. سالش کن بارزو، کسی احتیاج به پول تو نداره، من تومنش میدم. ولش کن. چی رو ول کنم؟ به تو چه هستم؟ که بینم پول دقل ساعت کلف نکن. یکی بینم 1 2 3 این پولا رو برده برو کس کارات خرد کن. درکه من خودتون رو چی میکنی؟ به صورتش میگم غلط کنی. به صورتش بدم. چه طلبی داری؟ برکو بینم بابا. غلط کنی بذاری تو رو امام میشی. غلط نکنه دیگه. حالا چرا باید سپار رو؟ تو حسابشو برسم. آخه نامردی چقدر دارو به بزرگی نداره بارزو خان. کتک خود هست. عباس پولا جمع کن ببینم. شما کن بیا بارزو خان. پولا جمع کن عباس. حرف دهنت بفهم. تو رو خدا میبینی با چه کسایی ما سقا بزنیم. حیف ما. حیف این 50 ما. شما راست میگی کوتاه زود باش بسا. جمع کن بهش بده. خیلی خب بسته. خواستی منو بزنی آره؟ بفرمود. منو بزن. شده آتیشش بزنم نمیتونم اونو بخورم. یالشون رسیده. بدش من کتم کو. همش تفسیر توه دیگه کاسکوزه. من نه دیگه ببخشید. چرا ندی؟ آدم یه دفعه ندید میگیره. طرفو. قاسم شیره‌ای. پاشو پا چراغیتو جمع کن. سلام علیکم. آله بگی بابا. دست شما درد کنید بفهم چه برو اون جنازه رو بنده بیرون، خزینه رو کثیف کردم. بریم کاسکوزه. برشون کن واسه تو خودشون. برو خلیفه برو. نامردا هر موقع که ما میفتیم تو اچل زرد میزنن در میرن، انگار که ما اصلا با اونا نیستیم. آره باش که همیشه سپر بلاشون میشیم. ای کلم کو برو پیداش کن. آقا تو همش دنبال کلاتی. بیا تو نتنسه به سره. زرد میزنه این چند اصلاش زورشون به ما میرسه. با ما کفگیری میکنن. همش تقصیر این اصلا میرغضب نامرده. ما رو میندازه جلو خودش در میره. به امام اگه کارتش نکردم حالا میبینی حسین جوجو. نامرد روزگار بهت نشون میدم. جان محبوب دل من ای که از کوه
چه معشوقه ما میگذری. چه خبرت؟ مردم خوابن. و تا چه؟ من همون ازش گرفتم. محلمونم میخوام بخونم. ای که از من کری بچه پر رو معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند. ناکس حالا کرکری بخون. اون پایین چه خبر است؟ فاطمه لباس تا پوشون سر آب کن بده ببینم چه خبرتون است؟ رفتون بسارا کیف کن مشتی کیف کن. چرا همچی کردی؟ مهم از برو گیر من. اگه راست بگی بی پایین بیا پایین. کجا رفت؟ ما اگه دستم بهت برسه نامر نالوتی بیام پایین نامر شکار هم دستم غیر داد. کجا رفت؟ ما اگه گیرش نیارم. سلام. سلام. چی کار داری میکنی؟ میگم چی کار داری میکنی؟ چرا نخوابیدی؟ چرا لباسات خاکی؟ این وقت شب دعوا کردی؟ منتظر تو بودم. از کی تاله؟ از اون موقعی که زنت شدم. خوابه بابا زنت شدم. حالا دیگه نمیخواد واسه ما آب قورو بگیری. کجا بری؟ باز این رفت تو حیات. برگرد زن جا ترک اونجا. یعنی چه؟ تا یه چیزی میشه زرت میده و بیرون و جریه رو سر میده. شیطون لعنت. لعنت به کسی که آرزوی زن گرفتن داره. اینه تو شکر. آخه یکی نیمه که استغفرالله چجوری خلقمونه کور میکنه با ساعت شد شیطون دل سیاه شیطون لعنت. دل آدم کباب یخم گرمه. مریم آخه واز چی گریم میکنی؟ مریم برای دورت بگردم. ببین چی میگم. مگه من حرف بعدی زدم؟ خب میگم چرا تو حالا بیدار موندی؟ واسه خودت میگم دیگه عزیزم. دلم میخواد بیدار باشم و بیداری تو رو ببینم. چی بگم؟ چطوری بگم؟ یه خود دیگه دندون رو جگر بزن. همسایه‌ها خوابیدن، ما نمیخوابیم.
خلیفه پوچ پوچه کامل مال تا پوچه. سب کنی بچه گل علی چون بنده تو زود باش ردش کنی تو بنده بیرم. خیلی خوب فهمیده. همونی ازت میگیرم روز کم میکنم. تو میری تو رستی بگی. خیلی خوب گل پخش کنی کار داریم. گل پخش میری. یالا این مالتا گل دیدم. دست اونو که رنگش پریده. محمود پرید دست پوچه. دم میخوام یه ضرب بگیرم. میخوام پوچه. بفرست بیاد. دارو بیا گل دیدم. واکم بفرست بیاد. آقا اینا گل میگیره. چرا آرزه میخواد؟ آقا اینا میریم شامگل بازی میسته که بریم. بچا پوچ خیلی ما تماشا کنید. این گل میبینید. ببینید دیگه. ببینید خوب تماشا کنید آقا. میبینیم ممکنه بعد نبینید آقا. گل باید یکی نگه داره. نه باید کسی گل لو بده. نگه دار گل. تو گل نگه دار لو نده. خودم نگه دارم لو ندم. خودم نگه دارم لو ندم. گل دست کیه؟ گل دیده بابا. گل ندیده. دیده. گرفتم. اصلا من بگم ممکنه تو اشتباه بکنی اصلا جوجو. تو حتما اشتباه میکنی. چیا؟ گل بازی میسه. شاگل بازی میسه کو بده بیان. آقایون برم قبوله؟ بله. بفرما پوچه. خیلی جرده بابا خیلی جرده. اصلا تو بچشناک. پول است نه جان است که اوسان شبادش دارم. اما اگه اینجوری ترم نکم حروم ترتون حروم و حلال میخورمش. حرام میخورمش. چجور میخورمش بابا میخورمش. پولو میخورمش. پوله گوش میشه. چی اگه به زنبودی که چهار میزدی بابا جون. جون. بابا میخوری بابا درخت مراد میده. درخت مراد میده. مراد نخ کنه. بله کاره بابا جان من نمیشکنم بشکنه اینجا آب داره سراغ را آب داره بشکنه من نمیشکنم من نمیشکنم تو چی کاره چه در بیارم تا میره گفتنده میشه آب داره چی داره میگه ناچه جوش جازم شرط خوش میشه بعد فراری بعد الان دشترت بیدم نامه چی چون نشون میده برم کنه چی گشت برم تخته کنین سر باد بفرستیم با برخرمگست مرکلانه تو نمیره این نرسیدیم ناکام شده بودم خوب شد اومدی باید یه کار لازمی هم داشتم کتم جا گاشه مرد کت میبری خفه شدم بریم بیا خلیفه نشت ما یاد نره مالشون ازا میگم ما هم شوخی نکن آقا دعواتون موشیدی خب پسر تو کجا بودی؟ چرا دیشب نیومدی قمار؟ دیشب؟ آره آخه دیشب اومده بودن قرار مدار عروسی آبجیما بذارن گیر افتادیم خلاصه گاشتیم واسه امشب که تو هم بیا من؟ آره ننم گفت که حتما شواز باشین اتفاقا میتونم بیا خواه قربون تو من رفتم اما شب یاد نره باشه حتما مریم خانمم بیا باشه میارمش قربان سلام ایوا زری چرا قلیون رو نمیاری تو؟ ننه من خجالت میکشم خودت بگی ببر واه خاک به گورم نکنن خجالت میکشم خودت بگیر ببر یالا پاشو بیا تو میخوان رو تو رو ببینن آخه نیومدن که رو منو ببینن پاشو از دخترهای حاجی یاد بگیر فهمیدی؟ تو هم مثل دخترهای حاجی باش دیدی چجوری خودشون رو جا کردن با اون سن سالشون با اون شکل و شمایلشون خوبه که تو نصف سن اونا رو هم نداری الحمدلله از اونا هم خوشگلتر و مقبولتری کاش من جای تو بودم یالا دختر من میرم تو هم بعد یه دقیقه قلیون ورش رو بیار تو خب بارک
جان کلام یالا خانم بالا بفرمایید از قدمتون بفرمایید الان میادش خدمت دنیا عین لنگ همونه هر بچه به قد کمر یکی رفتن بگین خود جوادم بپرس بیزاره سلام دخترم سلام به رو ماد زری خانم ماشاءالله به خیلی ممنون دست شما درد نکنه سر شما درد نکنه ایوا زری جون کجا داری میری شیرینی بگی جلو مهمونا تعارفشون کن آره دخترم برو آخه ماشاءالله ماشاءالله دختر الله به جونت دختری خانم جون خوب دختری ایشالله شیرینی خط نسونه بچه ها دخترم یعنی ما زنده ایم خانم بای هم پیرشن ایشالله مبارک باشه زری بله ایبا خواهد بسر لاله خودت زره نه رو دیدی آیزده ما رو شیرینی هاشونی با دست خجالتی بود آره مادر دخترم خجالتیه خیلی هم خجالتیه آره حیوانی دختر با حیاییه خب کبلی چی میخواستی بگی؟ والا میخواستم بگم با اجازه شب جمعه همین هفته جشن افغانان رو بگیریم اجازه ما هم دست شما البته اگه میشه والا میدونه خودمون هم نمیدونیم ولی اما اگه والا میدونی کبلی اگه اجازه بدین یه خورده بندازیم عقب تا اینام دست پاشون رو جمع کنن و همچی آماده باشن خیلی بهتره بله اگه چند روز عقب بیفته خیلی بهتره آخه میدونی ای بابا شب تولد حضرت چطوره خوبه قمر در عقربم آره خیلی بهتره شب مبارک خیلی خوبه چند رو دیگه مونده 10 دیگه مبارکه آیزنه ما بالاخره صحبت آیزنه رو ایشالله مبارکه بله الهی شکر ایشالله به پای همدیگه پیر بشن الهی خجالتی واسه ما دهنتو شیرین کن مادر سیگار بذار بعد شیرین کن خیلی ممنون تو هم دهنتو شیرین کن آبجیت خوشبخت بشه بفرمایید ممنون خب دیگه این شطوریه که در خونه همه خوابیده در خونه ها که ایشالله آینده ایبا خواهر ترسیدم زری مبارکی چی شد مریم جون 10 روز دیگه عروسیته برو جون تو راست میگم چه شب خوبی هم هست خب بزی دهنت یا الله با اجازه زحمتو کم میکنه خواهی بسرم اختیار داری خونه خودتونی مشرف بفرمایید نه خیلی نمیشه بفرمایید بله بابا میدونه چی کار باید بکنید قربون شما خیلی زحمت دادین خداحافظ شما خداحافظ خیلی خوش آمدین قدم رو چه ساعت کم نشه نه اون چراغ روشن کن چراغ حیاتی بله چشم خوش اومدید تو رو خیلی زحمت نکشید مشرف فرمودید خونه خودتونه ببخشین اگه بهتون بد گذشته ایشالله دفعه‌های بعد خونه خودتونه خونه درویشی متعلق به خودتون خیلی خوش آمدید سرفراز کرد بفرمایید خداحافظ شما خب به سلامتی آبجیتم که عروس شد آره دیگه افتیم تو خط خدا ارحم الراحمینه خب خانوم بالا با اجازه ما خصم میشیم ایوا برسه خان شما کجا یه دقیقه بعد بگذرون باز بریم دیر وقته کدوم الان تازه نه والا خیلی زحمت دادیم اجازه بدیم بریم زودتر خلاص ما با شما خیلی کار داریم با ما که غریبه نیستیم اینجا مثل خونه خودمون کمتون نکنه با اجازه ما هم دست شما به سلامت به سلامت نه چقدر تعارفی علی آره نوه کوتاه اومد ماشاءالله زحمت نمیشه به مریم بگیم بیاد که بریم چشم مریم خانوم مریم سلامت خیلی خوش آمدید قدم رو چشم خیلی زحمت کشیدین مریم خانوم الهی که هرچی از خدا میخوایی بهت بده تون ما سر بزنیم مادر قربون شما بری حاجی مکه ایشالله که جدم بهت حوض بده قربون شما خداحافظ مشرف مادر مشرف خلاصه قمار رو گوشتم کنار
امروز رفتم امامزاده توبه کردم. قمار عاقبت نداره، اونم واسه ما که زن بچه داری. آره خوب کار کردی. باز دوتاییون بریم کاسبی کنیم. منم میرم توبه میکنم. ایشالله. بیبریم مریم جون. خب داشتیم ما رفت. قربون قدمی. بیا بابا. خوش اومدی. خدا. به امون خدا سایتون کم نشه. راستی برج جون من کارت داشتم اما نه باشه فردا میبینم. رفت بودم واسه خونه خرید کنم. خب تو میگفتی چه دیگه دیشب روم نشد بهت بگم ما خود پول لازم داریم. چقدر لازم داری؟ انقدرهای نیست. یه ریز جازمازه که ننه واسش جور کرده. قرار شد که کسی؟ قرار شد یه خود فرش و خرت و پرت اینا من واسش شش روشنی بگیرم. خب آبجیمونه دیگه. آبجیمونه. خب باشه علی جان، امشب هرچی بردم مال تو. هرچی بردی مال من؟ آره. من میخوای قمار کنی؟ آره. چرا؟ من توبه نکردی؟ چرا؟ اما باز چش روشنی بدم. چش روشنی آبجی تو عروسی خوده. بریم کافه. کافه چرا؟ پاتاق اون ناکسه اونجاست دیگه. واسه قرار مدار امشب اونجا باز ببینیمشون دیگه. نه باز جون واسه خاطر من نمیخوام توبت بشی. نه پسر بچه نشو. آخه باز خودت هم عروسی بکنی مگه نه؟ قربونت نوکرتم بعد. اینا هیچی برزه با علی تاتا. برزو اینه خودشه. قربانم جونم فدا. برسیم دستی بیبرم. نوکرتم. دوست جونم. برو. خب من اینو میخورم به سلامتی زیادی زنده بودن بعضیه. ما که کرت مقصم بردار و تنار. قربانت. ببینم بارزو مثل اینکه میونه تا طرف شیکرام شد. آره بی خیاله. بارزو بیا و سر توبت باش. چیه؟ میترسی؟ قربون دستم. آخه اون ناکسه همشه مثل که یه منظوری داره. ای بابا کی بدون منظور زنده است؟ خب باز حواستمون خیلی جفت باشه تا کلک ملک بهمون نزن. آره سلامتی. بذار زمین. به سلامتی. نوش بایشه بزرگسارا. نوش جونه. مردان و سلام. خب بگونم مشتی امشب کجا باز بریم؟ بریم پیش جبار. جبار کفن دوزه؟ آره. باز چی اونجا؟ آخه باز ایز گم کنی. ایز گم کردن به اونجا چه مربوطه؟ بی معرفتا بازم جامون لو دادن. سلام. نو چه؟ اصولتی میپرسی بچه؟ کسی با تو حرف از هستی به؟ من خوش ندارم بریم پیش جبار کفن دوزه. میترسی کفنتو بدازه؟ نداشی میترسم دندونای طلاتو بدوزه. خیلی خوب باشه. چیه؟ چرا ماتت برده؟ به معطل چی هستی؟ بریز دیگه برزو خواه. برزو
چطوری جبار خوشگله؟ منتظر چی هستی؟ منتظری کفن بدوزی؟ یا دندون طلا؟ کجا؟ بیشین صبر کن یه دقیقه بگی بیشین پسر خوب باریکلا. به هر صورت گازم برو قیشی تو بزی دم دست، ولی گمونم دندون طلا خیلی بیشتر ارزش داشته باشه. از هر دو سر برد با توه. بخون. حالت خوبه؟ منظوری نشتم، میخواستم ببینم آماده ای. خلیفه رو بخون. دونه 13 چوق 14 13 12 13 نصب بمونی همچه باشه. من واسه خودت گفتم 13 واسه ما شانس داره، اما واسه تو تا بخون واسه چوچو. دونه 2 برابر عباس دوست دارم. دونه 26 چوق تموم. باشه. تو محمود فراری. شوفر گاری. قمار که فرار نمیکنم، چیزی که پیشم و همیشه دنبالشم قماره. بخون. 2 برابر چوچو. دونه 52 چوق تموم. خوبه. تو بخون دندون طلا. 2 برابر محمود آقا. 104 چوق. دونه 104 چوق. دیگه چیه؟ میخوای منم بخونم؟ میترسم صدات بگیره همشیره. تو 3 برابر جواد طلا. خوب خوندی. دونه 312 چوق تموم. 13 بر بگو علی. 13 چوق تموم. کاسکوز حساب روشنه. قبول؟ قبوله. ریختم به شانس. مالیده چیه؟ مالیده جاش رو 12 میشه اسناکه. عیبی نداره. با 13 می دوباره بریز. این هم به شانس جبار کفن. مالیده باخته بودی یا عجب شانس زنده با معطلش نکن، کسی دیگه حق نداری مالیدش کنه. بریز برزو خان بریز. آی به چشم بشورش دارم میشورمش. لیف صابون. اینم یه لیف صابون. یا شانس. نقشه دست بنازم به این شانس. دست خوش با دست خوش. رد کن بیاد کاسکوزه. دل بکن خلیفه، نگرانم. اوکی افتاد. دلم میسوزه واسه مال من 130 چوق میشه. چه گفتد برو دست برزو ببند، نبندد کسی دست برزو یه زرنگ. 2 برابر عباس خان 260 چوق ماره جوجو. 2 برابرش میشه 520. حواله محمود خان بفرست اصل خان بیا. 520 و 520 میشه 1040. بشمار بیاد که نگرونم. بشمار. شانومه آخرش باشه. من از اول شانومه بیشتر خوشم میاد. ببین چقدر روشنایی گره. بذار با حساب 3 تا میشه 6 و 4 8 تا میشه 32 تا. رو هم 6320 چوب. بفرست بیاد اصل خان که نگرونم. بگی با پول بار فروشه فردا. چیزی نیست جلو من هم بذاره قهر میکنم تو نمیری. ناراحتش نکن بابا. مال شما بده بیاد. آخه دلم میسوزه بازن. چقدر دلم میخواد کارکاری بخونم. دوش
نرم نوش جون اونایی که دوست دارن. بده به من برش نده قاطیش نکن. نه بابیا چقدر؟ رو هم با 13 چوق علی میشه 10363 چوق تموم. به دست خوش با اون وقت تومانی دهشه میشه 518 تومن یک برزو خان بازم دست خوش. مال حاجیت رد کن بیاد که خیلی چربه. دو دستی تقریمه دو قرمون دسته نوش جونه. آخه چرا هم جم میشم من، چرا با هم جم میشم من. جبارم زازده شد. یه جبار بگی این 13 تومن تو 13 جون خوشگل دست شما درد نکنید. دعامون کن. خب بخون ببینم. همون 13. نه باریکالله. تو همون 2 برابر دوش نره. تو فراری دست پیش طلا باخت پیشم. تو چی سیبی؟ همون 3 برابر. باریکالله. تو بریز برزو خان بریز. تو چی علی آقا؟ همون 13 چوخ همون. البته بایزه آقا اینو باخته. 40 گل عباس خلیفه رو 13 جایی. یا شانس جونم. دست خوش شادمون کردی بار. کارایشم بابا کارایشم بابا کارایشم تمام پولا رو رد کنین. یالا بپرسیم بیاد بندازه سرشون ورش نمی کنی. جلدل بله من بچه مشتی بود. اسمان ناکس حالا دیگه اینجوریه. دست خوش چجوریه؟ خدا دست خوش. یادت رفته تو قهوه ما کاست کوزه این داشته. باشه به هم میرسیم. صبر کن. 220 تومن. ما همیشه به هم میرسیم داشتی. مال عروسی توه. مال تو چخله زدن. جبار آرزو خان سیونه پشت جبار بکو واسه ما بدارن. بیا بگی اینم یه 13 مکرر. دست شما درد نکنید. بله عرق بیا. الان از تو بیا یه صدا غرغره کنی. بدو. نمیشه عرق نخوری. نه پس ما رفتیم رفقا. بیشی ما بیشی خوش شدیم. آخه شما میخوان عرق بخوریم ما که نستیم که. یا قمار یا عرق. من عرق نمیخورم داشتی. کسی تو رو مجبور نکرده. آره خب پس ما میشینیم تا شما عرقتون رو بخورید. من عرق خیلی دوش دارم ولی باختن دوش نرم. جوجو پوش داره. خلیفه اینجا حال کنی. برو ساقیش جبار کفن دزده برده. خب تا اون عرقشونو کف میکنم هم یه استراحت تکی میکنیم. آره خوبه. صبر کنیم بگی زیدی رو پرد کن. در زیدی رو بگیرم اینه درشی بگیرم. بده من حالا به خوابونش رو زینی. یه خودم چشم مرتن. خیلی خوب. دلکو خیال میکنن عرق عقل به کار میندازه ولی نمیدونم وقتی پادل شدن چه بلای سرشون میاد. حالی تو که صبر کنیم بفرد. چه پذیرایی میکنن خودشون. هرچی بیشتر پذیرایی کنم به نفع. دانم آورسی دانم جمالتا کشتارم. بیا این کوچولو واسه تو ناب حیات آوردم بگیرین. بده به رفیقات که هول کردن. آره ببر بده به اونا که قوت قلب پیدا کنن. ببر بده به همونا تا پولای مردم بدبختی که سرکیسه کردن بذارن اینجا و درن. همچی که پشت سرشون دیگه نگاه نکنن. نمیخورین؟ برو این دام بر مرغ دیگر نه. برو بچه ننه. شما چتونه؟ این حرفا چیه میزنی؟ میگیرین بخورین دیگه. نه طرف اینه کنه چسبیده. شما دیوونه ای. ناراحت نبا جبر خوشگله. دنیا گذرونه میگذره. دنیای خوشگلاست. من تو قابل
دادی بهش خور. خودم خوردم. چته داشت برزو؟ به چی داری فکر میکنی؟ هیچی نی. چرا هست میترسی؟ من هیچی نمیترسم. چرا؟ تا میترسی؟ واس چی؟ واسه این که تو بردی. من یه امشب اولین شبمی که میبرم. اما امشب با شبای دیگه فرق میکنه. چطور؟ میدونی داشت برزو، یه چیزی میخوام بهت بگم اما میترسم یه فکرایی بکنی. نه بگو. تا دیگه قمار نکن. چرا؟ واسه اینکه بازنده ای. من که همیشه بردم. آره میدونم، اما بازنده ای. واس چی؟ واسه اینکه قمارباز هیچ وقت برنده نیست. اگه من جایی تو بودم همین الان بلند میشدم و میرفتم پی کارم، دیگه هم گرد قاب نمیگشتم. هرچند واسه من خیلی استفاده داری، اما بیا یه جا عقلته به کار بنداز و قاب رو ببوس و برو کنار. برو دیگه به پشتت هم نگاه نکن، انگار نه انگار. بارزو چیه؟ بریم، پاشو بریم خونه. واس چی؟ من میترسم، خیلی هم میترسم. از چی میترسی پسر؟ تو خیلی پول بردی. خب ببرم. آخه اگه بازم بازی کنی بازم میبری. خب آره، خودم میدونم من بازنده نیستم. همشون از دم میبرن. ترس تو وجود ما نیست. من تو هیچ کاری نمیبازم. مرد با سر پای خودش وایسه. بازم میگم پاشو بریم خونه. بیگی بیشه حرفم نزن. دارم شور میزنه. بی خود دلت شور میزنه. دیگه فکر نداره رفقا، ولی به شرطی که اونچه که من گفتم مو به مو عمل بشه. ماتت برده و چی نگاه میکنی؟ برو بشین سر جاده که. خیلی خوب. بخون خلیفه. دونه 13 چو. قربون دهنت 13. تو حسین چجو؟ همون دست پیشم دوش نره. تو فراری. 2 برابر. تو همون دست پیش. همون 3 برابر. کاسکوز حسابه. تو علی 13 چوق تموم. با اجازه همگی 40 گل عباس خلیفه رو 13 جایی. نقشه مالیده
نباید پاسکاریش مریض کنه عروسیش عرب بلندش کن بلندش کنید دیگه قدمش بده منه شما برسونش مریض کن نمیاد زن کنه که ایشون نمیتونه بده منش حیوونکی خاکی خوری شدی برزوخا برزوخا برزوخان حالتون خوبه؟ حالتون خوبه؟ یه خورده از اون پولا بریز تو جیب من. چش برزو خان صبر کنین بقیه‌ش هم ببرین. این پولا مال شماست، شما اینا رو بردی. اینا مال شماست. نه من دیگه بسم، زیادیش به دردم نمیخوره. انقدر که بشه عروسی زری را بیفته بسه. بیام کمکتون؟ نه اقلا تا سر جاده. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو طالب مردی چنانم کو به کو طالب مردی چنانم کو به کو در این دو حال مردی در جهان تا فدای او کنم امروز جان تا فدای او کنم.
واسه بچه‌مو خریدم.